مشکل فرقه معطله که اینا تعطیل میکنن بعضی از صفات یا تعویل میکنن یا نمیپذیرن، مشکلشان چی است؟ دلیلشان چی است؟ و رد دلیلشان چی است؟ اونا چی دلیل میگن و آیا دلیلشان درست است یا غلط و چه قسم رد میشن؟ یا سه مشکل اساسی دارن. مشکل اول چی است که اهل تعطیل مشکل تشبیه و تمثیل دارن، یعنی ذهناً مشکل تمثیل و تشبیه دارن و برای فرار از این مشکل مجبور به تعطیل میشوند و اگر آیت لیس کمثلی شیء را با قناعت ایمان می داشتن نیازی به تعطیل نمی داشتن. سعی کنیم. اصلا فرقه معطله مشکلشان در چی است؟ یا مشکل تشبیه و تمثیل داره. خوب فکرتان بگیریم. مثلا وقتی که ید الله را میخوانه میگه خب وقتی که گفتی ید الله یعنی دست خداوند، این فوراً چون ذهنم اما اول ید الله را با ید خود تشبیه میکنه. ذهنم در این مشکل است. اینا ولی اگر من ید بگویم دست بگویم خب باز تشبیه میکنه دست من. حالا تو چرا دست خدا پیش میکنی؟ متوجه هستی؟ بگو که لیس کمثله شیء. حالا سعی کنید شما دست داره. مرچ دست داره نداره؟ گوسفند دست داره نداره؟ داره. شتر دست داره نداره؟ پرنده ها دست داره ندارن؟ دارن. انسان دست داره؟ آیا دست ازی دیگه دست مرچه مثل دست انسان است؟ آیا دست شتر مثل دست انسان است؟ اینا چرا وقتی که من میگم والا بر استاد دست نگوییم که اگر بر استاد گفتیم دست داری باز شتر هم گفتیم دست داره پس دست ازی مثل دست چی میشه؟ شتر میشه. ایج نمیگیم اوره تو چرا دست من به دست شتر؟ من انسان هستم، دستم مطابق انسانیتم است. از شتر حیوان است مطابق حیوانیتش دستش است. اینا چون یا در ید الله بحث میکنن مشکلشان در چی است؟ مشکلشان در می است که یا ذهنن در تشبیه مبتلا هستند. اگر او تو بگوین که والله در قرآن عظیم شان خواندیم که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دستای از اینا هست، بنابراین آنچه که در قرآن آمده مورا قبول داریم، کیفیتش نمیفهمم. خید الله چه قسم است؟ ما میگیم به مو قسمه که به ذات جلال و عظمت خالق شایسته هست، مثل دست ما نیست، چرا که لیس کمثله شیء. این قاعده اساسی هست. لیس کمثله شیء یعنی هیچ وقت تو دستت یا چشمت یا چهرهت یا قواریت یا بدنت چیز به خالق تشبیه نکن. خالق ذات است که به عظمت و جلال از او صفات شایسته هست.